سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر باشه. با قسمت اول پادکست حقایق بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. توی این قسمت می‌خوایم در مورد ساعات کاری یک تریدر، یا اینکه به عبارت دیگه چند ساعت باید یک تریدر کار کنه، چه ساعت‌هایی باید یک تریدر کار کنه، ساعت مفیدش چقدره و مزایای این شغل در رابطه با ساعت کاریش خدمتتون یه توضیحاتی رو بدیم. قطعا خیلی از شما عزیزان این جمله رو زیاد شنیدید: تریدر باید همش پشت چارت باشه، تریدر باید از صبح تا شب ترید کنه، تریدر باید همش کلش توی مانیتور باشه، تریدر باید تمام نوسانات یک ارز یا یک بازار رو بیاد در واقع بگیر و حالا ترید کنه و غیره. اما بچه‌ها، به چند دلیل این غلطه. حتی خود کسانی که توی مؤسسات مالی کار میکنن، حالا بانک تریدر، یعنی توی بانک ها ترید میکنن یا توی هج فاند ها ترید میکنن، مؤسسات مالی کوچیک و بزرگ، یک ساعت کاری خاصی دارن و بر اساس یک سشن خاصی معامله میکنن. اکثر تریدرهای بزرگی که حالا تریدرهای سوددهی که من باهاشون در ارتباط بودم، چه از عزیزانی که از دانشجویان خود ما بودن، چه از عزیزانی که خیلی خیلی سابقه تریدشون از خود من بیشتر بوده، وقتی دیدم، صحبت کردم، اون زمانی که خودم داشتم یاد میگرفتم، ازشون مشورت گرفتم، یه مسئله رو همشون تاکید داشتن: اینکه ساعت کاریت رو محدود کن، اینکه مثلا روی یه بازار بیشتر تمرکز نذار، اینکه مثلا روی یه سشن بیشتر تمرکز نذار و غیره. ببینید بچه‌ها، مارک داگلس توی کتابش میگه، اگر اشتباه نکنم توی کتاب معامله‌گر منظم میگه که هرچی بیشتر توی این حرفه من تجربه کسب کردم و با آدمای بیشتری که موفق هستن آشنا شدم، متوجه این داستان شدم که تریدرهای حرفه‌ای تعداد تریدهای کمتری میکنن، کمتر پشت چارت هستن. این به این معنی نیستش که ما خودمون رو مجبور کنیم که کم بشینیم و نه. من بر اساس چند تا فاکتور الان جلوتر میگم که خودتون ببینید بر اساس روحیاتتون، سرمایه‌تون و غیره به چه صورتی میتونید در واقع توی بازارهای مالی ترید کنید. پس تا اینجای کار یک خلاصه بهتون بگم که اکثر تریدرهای حرفه‌ای و حالا اکثر کتاب‌هایی که ما به عنوان رفرنس در نظرشون میگیریم میگن که لازم نیست که شما شب تا صبح پای چارت باشید و بخواید که تمام حرکات بازار رو بگیرید، و به شما توصیه میکنن که معاملاتتون رو محدود به یک سشن یا یک سری ساعت خاص بکنید، مثلا سشن لندن، مثلا سشن نیویورک. یه سری از افراد هستن بچه، حالا سناریوهای پیش رو براتون میذارم، با توجه به اون چیزی که بیشتر مد نظر خودتون هستش و برای خودتون اوکی هستش میتونید انتخاب کنید. اول در مورد خودم توضیح بدم. ببینید بچه ها، من یه شخصی هستم که خب مدت ها تایم کاریم زیاد بوده، یعنی مثلا پرستار بودم، شیفت های سنگین میدادم و از کار کردن زیاد دیگه وقتی مثلا شیفت طولانی میدادم، از کار کردن زیاد متنفر شده بودم، از ساعت کاری زیاد. و برای من، خود من شخصا، اینکه یک شغلی باشه که خیلی زمان کمتری بخواد ازم بگیره و بخواد یه پول خیلی خوب و معقولانه و منطقی به من بده، خیلی جذاب بود. و به خاطر همین وقتی که توی بازار اومدم، از همون اول هدفم این بود که روی یک سشن ترید کنم. و الان هم که حالا شما ترید های منو میبینید و غیره، من اغلب در سشن لندن ترید میکنم، حالا با توجه به تجربه‌ای که از رفتارش به دست آوردم، و گاهی اوقات هم توی سشن نیویورک. الان که خب به هر حال کار کمتری دارم و در واقع اوقات فراغت بیشتری دارم و تایمم آزادتره، توی سشن نیویورک هم گاهن ترید میکنم، یعنی 2 سشن ترید میکنم. اما به چه صورتی؟ من سشن لندن 1 ساعت قبلش، که مثلا حالا الان ساعت 10:30 باز میشه، 1 ساعت قبلش میشینم پای چارت و ساعت 10:30 مثلا 9:30 یا 9:45 میشینم پای چارت، مارکت رو بررسی میکنم، بر اساس ستاپ ها منتظر میشم که اون اتفاقی که باید بیفته، اون ستاپی که باید در واقع ایجاد بشه اتفاق بیفته و من معامله‌ام رو انجام بدم. 1 الی 3 تا ترید در عرض معمولا در عرض 2-3 ساعت من میگیرم، یعنی تا ساعت 1-2. و بعدش اگر حوصله داشته باشم کلا میرم، حالا مثلا یه ساعتی استراحت میکنم، به چارت برمیگردم، مجدد ترید میکنم تو سشن نیویورک،
یا در اغلب موارد 90% موارد روز ترید من تمومه. یعنی من 2 الی 3 ساعت تو اوج مارکت که مارکت لندن هستش، در واقع تو اوج مارکت لندن میشینم پای چارت و معاملاتم رو انجام میدم و تموم شد و رفت دیگه. تا آخر روز، تا فردا ساعت 9:30 من هیچ ترید یا تحلیل روی مارکت انجام نمیدم، چون اینترادی تریدر هستم، یعنی در طول یک روز ترید میکنم و اسکلپرم. این از این. یه سری از شما عزیزان ممکنه که شغل‌هایی داشته باشید که صبح باید به سر کار، ظهر برگردید یا عصر برگردید. برای شما عزیزان پیشنهاد من اینه که به هیچ عنوان سر کار ترید نکنید. وقتی که برگشتید خونه، سشن نیویورک رو پس از یک استراحت و یک میان وعده سشن نیویورک رو ترید کنید. خیلی از شما عزیزان ممکنه دانشجو یا دانش آموز باشید یا به هر حال یک دوره ای رو دارید مثلا صبح‌ها میگذرونید و شما هم همینطور مثل عزیزانی که صبح میرن سر کار، شما هم لازمه که وقتی میایین خونه ظهر یه خواب کوچیک بکنید، یه میان وعده بخورید و سر حال بشینید پای چارت سشن نیویورک رو ترید کنید. خیلی از عزیزان هستن که شب کارن، مثلا خود من که نرس بودم یه زمانی، مثلا ساعت 7 شب باید میرفتم شیفتمو تحویل میگرفتم تا 7 صبح فردا. این عزیزان نیاز هستش که مثلا شیفتی کار میکنن، این عزیزان نیاز هستش که در سشن لندن ترید کنن یا ابتدای سشن نیویورک رو بگیرن، چون مثلا دیگه بخوان از خونه راه بیفتن و مثلا باید 1 ساعت و نیم قبلش راه بیفتن. پس یه بازه زمانی مثلا ساعت 4 تا 6 رو فرصت دارن که بخوان سشن نیویورک رو بگیرن. پس دستشون یه مقدار بازه، هم میتونن سشن لندن ترید کنن هم سشن نیویورک. یه سری از عزیزانم هستن حالا انرژی زیادی دارن، مثل شاید همون اوایل کاری که من خودم شروع کرده بودم و دوست دارن که صبح تا شب بشینن پای چارت پول در بیارن، از اون پولی که در واقع استفاده میکنن در واقع پولی که در میارن دوباره استفاده کنن، برن چیز میز واسه خودشون بخرن، سرمایه‌شون رو زیاد کنن و انرژیشو دارن، وقتش رو دارن و پشن یا اون علاقه خاصش هم دارن. پیشنهاد من اینه که حالا اون زمانی که شما این علاقه رو دارید ازش استفاده بکنید، اون عشقی که همون ابتدا که اون هیجانی که میخواین بشینید پای چارت به عنوان یک تازه‌کاری که توی دمو به سود رسیده، حتما این کارو بکنید و سعی کنید هم سشن لندن ترید کنید، هم یه خوابی، یک حالا میان وعده‌ای وسطش داشته باشید و سشن نیویورک هم باز هم ترید کنید. رفته خودتون متوجه میشید که هرچی کمتر ترید کنید و معاملاتتون به یک سشن محدود بشه، در واقع درصد موفقیت بهتری خواهید داشت و ذهن آرومتری خواهید داشت. یه مسئله دیگه، خیلی از دوستان هستن که توی سشن لندن ترید میکنن و میگن که مثلا ما یک سقف سودی باید در طول روز داشته باشیم. مثلا من 2% در روز باید سود کنم. توی سشن لندن اگر نگرفتمش مجبورم که توی سشن نیویورک بگیرمش، یا مثلا توی سشن لندن ضرر میکنه، میگه من توی سشن نیویورک برم جبرانش کنم. این مورد رو هم من به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کنم بچه‌ها، چون در مورد اول شما دچار خستگی شدید، مثلا به درصد سود خودتون که نرسیدین، بعد می‌خواید تو سشن نیویورک بگیرینش، خسته شدید و ممکنه که همون سودتون هم از دست بدین. توی مورد دوم هم ممکنه که ضررتون بیشتر بشه، یعنی ضرر کنید تو سشن لندن، بگید من تو سشن نیویورک بخوام جبرانش کنم، ممکنه که ضررتون بیشتر هم بشه. این مورد هم داشته باشه و علتش هم خستگی و اون فشاری که روی شما هستش. پس پیشنهاد من اینه که اگر لندن ترید میکنید و شرطیه، نرید دیگه سراغ نیویورک، فردا دوباره بشینید پای چارت. و اینم یادتون باشه لزوما تعداد تریدای زیاد مساوی با تریدای خوب نیست. تعداد تریدای زیاد مساوی با سود بیشتر نیست. بیشتر پشت چارت نشستن مساوی با بیشتر سود کردن نیست، که بعضی وقتا هم باعث میشه تمرکز شما کم بشه، انرژی شما کم بشه، خسته بشید و عرضم به حضورتون که ضرر کنید، یعنی سودتون هم حتی به ضرر تبدیل کنید. یکی از بهترین مزایای این شغل بچه‌ها ساعتیه که شما توی این کار اختصاص میدید بهش. 2-3 ساعت دیگه بهتره کنه 4 ساعته و پول خوبی رو بر اساس این ساعتی که شما در میارید به دست خواهید آورد. و ساعت کار مفیدش هم به نظر من بهتره که از 1 ساعت، نیم ساعت قبل از شروع سشن لندن یا شروع سشن نیویورک شما بشینید پای چارت، از نیم ساعت 45 دقیقه قبلش که در واقع اوج ساعت کاری هستش برای تریدرها، اوج در واقع لیکویدیتی یا
اون نقدینگی توی مارکت هستش و میتونید ترید کنید. سشن لندن یه مقدار شاید بشه گفت خیلی ها تو بعضی رفرنس ها میگن جهت بازار رو، جهت اون روز رو در واقع تعیین میکنه. سشن نیویورک نوسانات خیلی خوبی میده دیگه. اینا رو همه بلدیم که چیا رو تو سشن لندن ترید کنیم، بیشتر از نظر داشته باشیم چیا تو سشن نیویورک. سشن آسیا هم بچه‌ها من نکته خاصی در موردش ندارم بگم. بعضی شبا که من بیدار میمونم فیلم ببینم چارت باز میکردم میگم یه موقعیت خوب و با حجم خیلی کم تریدش میکنم، ولی خب 3 نصف شب 4 نصف شب خیلی خوابم بیدار نیستن و حرکت آنچنانی هم نداره. معمولا آسیای رنج میزنه و یه نوسان خیلی جزئی میده که خب خیلی با همون ترید میکنن و عادت دارن. من پیشنهادی ندارم نسبت بهش. یه خلاصه بخوام بکنم بچه‌ها، کسی که میخواد ترید کنه، کسی که میخواد اینو به عنوان یک شغل داشته باشه، همیشه باید به فکر فرسودگی در پشت چارت یا خسته شدن به مرور زمان پشت چارت باشه. بله شغل شیرینیه در صورت موفقیت و میتونید سود خیلی خوبی بگیرید، ولی یکی از مزایاش اینه که شما میتونید با حداقل زمانی که پشت چارت هستین اون پول رو در بیارید. پس سعی کنید که یک سشن ترید کنید و ترید های مطمئن انجام بدید و اوور ترید در واقع نشه. پس اینی که میگن آقا تریدر همش باید پای چارت باشه، بر اساس رفرنس هایی که حالا من خوندم، بر اساس تجربه‌ای که خودم دارم و بر اساس پرسش هایی که حالا از افراد با تجربه تر از خودم کردم، این مطلبی بود که خدمتتون میگم. ممکنه برای همه نباشه، ممکنه فرضاً بیاد به من بگه که آقا من اصلا صبح تا شب دارم ترید میکنم، روزی 100% هم دارم سود میکنم، شما اصلا حرف درست نیست، برو پی کارت. من میگم آقا دم شما گرم، خیلی ممنون. من مطلبی که دارم میگم معمولا برای اکثریت، برای عمده تریدرها در واقع جواب میده و افراد استثنا هم وجود داره. و مسئله بعدی، یه وقت اشتباه نگیرید با کسانی که دارن تمرین میکنن این مسئله. به نظر من کسی که داره تمرین میکنه باید اصلا پوستش کنده شه، باید اصلا شب تا صبح پای چارت باشه و انقدر چارت رو ببینه که شب موقع خواب وقتی چشاش میبنده چارت بیاد جلوی چشمش و وقتی خوابش میبره بازم خواب چارت رو ببینه و اینجوری باید تمرین کنه. اینو اشتباه نگیرید با کسی که واقعا داره کار میکنه. امیدوارم که این قسمت اول براتون مفید بوده باشه. اگر نظری دارید داخل آیدی اینستاگرام که براتون میذارم حتما بگید، خوشحال میشم. متشکرم.